إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، پدران و مادران و خواهران عزیز، از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که در این لحظه ای که با ما هستین و همیشه برای گوش کردن و برای هر یک مسئله را جوابش شنیدن وقتی شما وقتهای خودتان با شنیدن این پند و نصیحت ها میگذرانین، الله مهربان در هر یک دقیقه او برای شما پاداش بزرگ نصیب گردانه و البته در شنیدن این و در محبت این الله مهربان ثواب و اجرهای را وعده کرده است. خدای مهربان همه شما را با نصیب بگرداند و از الله مهربان دعاگوی او هستیم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند، روحشان از ما فرزندانشان از ما نزدیکانشان شاد گرداند و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند میل ما را، محبت ما را، ذوق ما را باز هم به سوی این دین پاکش زیاد بگرداند. از الله مهربان خواهان او هستم که بیماری هایی که چی در خانه و چی در بیمارخانه داریم خداوند به آنها شفای کامل نصیب گرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که حاجت طلب هایی که باشند حاجتاشون خدای مهربان برآورده بگردان. علال خصوص بسیاری از بندگانی که همیشه در یاد و همیشه در کافت و کاوی یکی از نعمتهای الهی که فرزند است، خداوند از این نعمت به فرزندان هم نصیب بگردان و از الله مهربان دعاگوی او هستیم که برادران و خواهرانی که در مهاجرت هستین، در سفر کاری هستین یا در طلب رزق روزی هستین، خداوند کاراتون در برار و برکت و کشایش نصیب گردانه و الله مهربان آن مقصودها و آن نیتهای را که با خودتان دارین و برای برآوردن او شما زحمت میکشین، مهنت میکنین، خدا ای شما برآورده کنه و شما را الله مهربان صحت و سلامت و این زادگاهتان و این دیارتان و این ملکتان خداوند رسانه و از الله مهربان دعاگوی او هستیم که خداوند این دیار ما را هم این ملک ما را هم از همه آفتها و بلاها نگهبان باشه و کسانی که برای بهبود و برای خوب شدن شرایط این ملک زحمت میکشند، مهنت میکنند، خدای مهربان عمر دراز و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیبشان گردان. برادران عزیز و گرامی، الحال در پیش من یک دفتر پر از سوال هایی که شما در همین شبکه نور تیوی نویسانده روان کردین و در پیش من آورده گذاشتند
و انشاءالله چگونه که من هم قبلا برای شما وعده داده بودم که ذره امکانیت یابم و هر زمانی که برای من الله مهربان دست داد حرکت میکنم به سوالهاتون جواب گردانم و همچنان موضوعهایی که برای من شما خواهش کردین که یکی درباره فضیلت قرآن خواندن، یکی درباره نفس، یکی درباره قدرت‌های الهی را برای ما بیان کن. انشاءالله اینها هم در گویم نزد من هستند. همه اینها انشاءالله آماده اند. من خدا خواهد به سمع شما اینها را هم الله برای من مهلت دهد، برای من وقت دهد، من به سمع شما میرسانم. برادران عزیز و گرامی، همه به والله قسم همه حرکتم، همه تلاشم برای این است که هر چیزی که از دانش و فهمیشی که دارم برای شما برادران عزیز، خواهران عزیز من باید که گفته گذارم، تا شاید که اگر یک مسئله را که شما اگر از ما آموزین، شما اگر از ما گوش اندازین و با او اگر شما انشاءالله توفیق عمل کردنش پیدا کنین، این برای من هم در دنیا و هم در آخرتم بسیار مهم است و به نهایت برای من نفع خیلی زیادی دارد. الان درباره مهلت گفتم، درباره وقت گفتم. برادران عزیز و گرامی، یکی از دانشمندها به نام محمد امین میگه روز یک شاگرد خودش وقتی دید آمده ایستاده است، پرسید که ای بنده خدا، از این بالا آمدی، از کجا آمدی استی؟ میگه شاگردش به طرف حضرت محمد امین گفتن حضرت گفتن در قبرستان بودیم، الحال گفتن نفری را اونجا مقصد گور کردیم و دعا و درود کردیم و گشته آمدم. برادران عزیز، خداوند دانشمندها بسیار یک برکت خالیان، بسیار خیر زیادی دارند. به طرف این شاگردش گفت فرزند عزیز، الحال تو توانستی که از این قبرستان گشته بیایی، ولی فراموش نکن، گفت فرزند عزیز، روزی می شود که تو را به همون قبرستان میبرند ولی دیگر امکانیت باز پس آمدن نداری. زین لحاظ گفت فرزند عزیز، وقتت را غنیمت بدان. خواجه حافظ می گفت وقت را غنیمت دان، آن قدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی. برادران عزیز، وقتاتون غنیمت دانید و قدر وقتاتون رسید و انشاءالله هر کسی که به این قدر این میرسد، خدا خواهد وی زیرکترین امت پیامبر به شمار می رود. حضرت امام شافعی برادران عزیز خودش میگوید که در زمانی که من زندگی کردم هیچ کس را از خودم عالمتر نمیدانستم یا عالمتر نمیدیدم. مقصد علمم خیلی و خیلی علم بلندی بود، ولی گفت تمام علم من در برابر یک سخنی که سفیان ثوری گفت تصور کردم که من یکی از نادانترین آدم ها هستم. که سفیان ثوری چی گفته است؟ گفته است که وقت مثل شمشیر برنده است. خیلی که شمشیر یک چیزی را در حال میبرد، یعنی در یک لحظه کار تمام میکند. گفت سخن همین سفیان ثوری دا تمام علم گفت بخشیدم. گفتم مقصد با سفیان ثوری هیچ کس برابر شدن نمیتواند.
زین حقیقتا وقتامون برادرای عزیز بسیار هم گوهر است، هم عزیز است، هم ارزش دارد و همچنان بسیار تیز میگذرد. عزیزای خدا میگن بر لب جوی نشین، دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آب روان میگذرد. چگونه که همین آب به خودش یک حرکت دارد یا سرعت دارد، همین عمر انسان هم برادران و خواهران عزیز مثل همین آب روان است، بسیار در رو میگذرد، به نهایت تیز ای دست می رود. برای همین خدا رحمت کند جنونی را، میگو فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری، هر نفس گوهری نایاب، تو ارزان مفروش. بسیار ارزش بلندی دارد، ارزانش نفروش. مقصد بیهوده نگذران، به غفلت نگذران که این ارزان فروختنی وقتی شما هست. الله توفیق آنچه را که شنیدیم برای ما و شما نصیب گرداند. الحال من سوال هایی که در پیشم هست انشاءالله من برای شما جواب میگردانم. بسم الله الرحمن الرحیم. نفری سوال کردن، گفتن معنای نام موسده چیست؟ چون که یک داملا گفت که معنایش ستونهای دوزخ است. بسیار غمگین شدم. یعنی کدام فرزندش نامش موسده مانده است. این موسده برادران و خواهران عزیز در سوره مبارکه همزه آمدگی است که در آیت های 8 و 9 خدای مهربان میگه اینها علیهم موسده فی عمد ممدده. یعنی اینجا در گپ در سری، یعنی انا موسده با عین دیگر است، موسده با الف دیگر است. برای این در سوره بلدم آیت 20 علیهم نار موسده. در اینجا در سوره بلدم در سوره همزه موسده آمده است، لیکن موسده به عین. خیلی که زن فرعون آسیه نام داشت، در قرآن میگذرد آسیه بود نامش، لیکن الف قطعی اگر آسیه بگیریم نام معنای خوب میتیه، لیکن وقتی عین قطعی بگیریمش آسیه بگیم اینجا علاقه آدمی گناهگار آسی میگن. برای همین در گپ در سری تلفظ میرود، گپ در سری انا همون مثال هر حرف از جای خودش بیرون کردن. برای همین اگر موسده ای که در اینجا آمده است، مقصد موسده معناش با معنای یعنی اینها علیهم موسده، الله چی میگه؟ گپ در سری آدمای دوزخی میرود. برای این مقصد آتش جهنم موسده به معنای فراگیره یا به معنای بگیم یک بالاپوش یا دهنک میگن. یعنی میگه وقتی که دوزخی ها را در مثل یک کوزه داخل میکنن، بعد موسده همون یک دهنکی که میگذارن که دیگر در درون همون مقصد کوزه آتش همه را فرا میگیرد که یعنی بر اینها جای خالی نمیماند که اونجا مقصد آتش جهنم نماشد. انا در دوام آیت بعد فی عمد ممدده، انا که عمد یا عمود اینجا در گپ سری ستون اگر وای گفته باشد، اینجا در گپ در موسده نیست، در عمد است. انا عمد یا عمود انمو ستونهای دوزخی که این با موسده یگان رابطه نداره. لیکن موسده گذاشته باشید، این اصلی کلمه از اسید است. اسیده به معنای نام طعامی. اصلا موسده بگیم نام یک طعامی هست که اینا اگر شما در لغت ها هم نگاه کنین، همون طعامی که از آرد تیار می شود که با او مقصد خرما هم یک جا میکنن،
خلاص رنگی که در توجیکای ما انا مثل حلوا واری تیار میکنن انا را اسید میگن. برای همین معصده هم یعنی یک نوعی طعام است. اگر با الف معصده بگیری یعنی فراگیر یا اینکه مقصد بسته شده یا بالاپوش، لیکن در اینجا تماما معنای ستون دوزخ نیست، بلکه آیتی بعدیش ده امدی ممدده، انمو امدش انمو ستون است که دوزخی ها را الله میگه ما در دوزخ هایی که ممدده، ستون هایی که مثال دراز درازن که همش از آتش عبارتن، ما در اونها دوزخی ها را میبندیم. خب سوال دیگری که آمده است، با یک پسر میگه با طریق تلفن شناخت شدم، او در مهاجرت است و من گفت که این خیل گپ میزنیم گناهگار میشویم. با طریق تلفن نکاح کردیم، یک شاهدم داشتیم. آیا نکاح ما درست شد یا نه؟ نکاح با طریق تلفن برادران و خواهران عزیز درست نمی شود. حال آنکه در اینجا باز شما یک شاهد داشتید. برای درست شدن نکاح دو شاهد در کاره. از این لحاظ اگر هر یک دختر و هر یک پسری که وقتی که مصلحت ها می شود که اینها در آینده زن و شوهر می شوند، اگر ضرورتی ندارد که شما با تلفن با یکدیگر صحبت ها داشته باشید. انشاءالله که همین یکدیگر را که دیدین، یکدیگر را که میفهمین، یکدیگر را که میشناسین، طریق تازه و پاک و خوبش همین است که آمده با یکدیگر یک بار از نزدیک مقصد در خانه دختردار، خب در نزد بگیم محرماش شما یکدیگر را میبینین، شرط و شرایط یکدیگر را مصلحت میکنین و انشاءالله بعد توی تانه میکنین، با همین زندگی تانه میکنین. پیشتر این مصلحت ها و این گپ زدنی ها و این واخوری ها برای خیر شما نیست. خواهر دادر عزیز، برای هیچ کس نمیداند که پگاه به سر یکی از شما چه آمدنی است. آیا این کار شما در منبد می شود یا نمی شود؟ از این لحاظ یعنی بدنامی هم برای دختردار هم برای بچه‌دار می شود. برای این یکمش نکاح با تلفن نیست، دویمش در حضور یک آدم نکاح هم نمی شود، سیوم که این کار هیچ وقت هم نکنین، زیرا این کار عادی و هزل و شوخی نیست. این کار بسیار کار جدیه و حرکت کنید که زندگی تانه از ابتدا با حلال و با فرمودهای خدا آغاز کنید تا در زندگی هاتون شما برکت یابید. دیگری گفته است که شخص در خانه چاروا یا مالی زیاد دارد، چیکار کند که به مالش چشم نرسد؟ البته مقصد از همه بهترین راه نرسیدن چشم، شما فراموش نکنید که حدیث پیامبرمون است که والعین حق، یعنی همون بگوییم که زهر چشم هست، یعنی چشم حقیقت دارد. در مردم خود ما که این معروف است که انا او را چشم رسیده است، یا مقصد همین ضرری که می آدم دیده است از روی چشم هست، اینها حقیقت دارد. زیرا ما حدیثی داریم از پیامبرمون که چشم انسان در قبر و شتر در دیگ جای میکند. یعنی اینقدر چشم هست، حقیقت دارد که همین مقصد چکار میکند؟ ضرر و زیانش میرسد. برای همین وقتی که شما اگر میبینین یک برادرتون یک خانه زیبا داره، یک ماشین زیبا داره، میبینین که فرزندهای خوب داره، وقتی شما میخواهید که مقصد به او ضرر نرسد، شما اول کلمه ماشاءالله را مونید، گویید که ماشاءالله که خانه زیبا، ماشاءالله که کارخانه خوب، ماشاءالله که در کارهات پیشروی، ماشاءالله که بسیار ماشینی خوب گرفته. وقتی ما کلمه ماشاءالله را موندیم، دیگر انمو زهر چشم ما در او دیگر نمیگذرد. یعنی همین ماشاءالله بگیم یک ستون یا یک سپر برای زهر چشم ما و شما می شود. از این لحاظ بهترین راه نرسیدن ضرر به برادرمون انا همین است.
دوم اینکه برای چشم نرسیدن باید که ما مقصد همون چاروایی که داریم، هر چیزی که داریم در چشم مردم او را نشان ندهیم. وقتی در چشم مردم که نشان دادی، حتما مالی ترا میبینند، گاوی ترا میبینند. ببینید بسیار شده از در همین تجربه که گاوهایی که حتی از پاده می آمدن، پیستانای همه را وقتی که نگاه میکردن که این گاو مقصد اینقدر پیستانی کلان دارد، همه گاوها حتی با بیماری هم زدن، شیرهاشان هم ای دست رفت. به این خاطر ای چشم مردم شما او را اگر پنهان نگه دارین، به ضرر شما نمی شود. و دیگر اینکه همیشه برای از ضرر خدا نگه داره، کم کم صدقه کن در کار، احسان کردن در کار، دست مردم گرفتن در کار. خداوند به طفیل این صدقه هم وعده داده است که هیچگاه بر تو و بر مال تو زیان و ضرر نمی رسد. اگر ما ای چارواهامون مقصد از گوسفند، ای شتر، ای گاو، وقتی که اگر حق جدا کنیم، مثال ای 30 گاو یک گاو دادیم، ای 40 گوسفند یک گوسفند دادیم، ببینید وقتی ما اینها را که اگر حقا را که جدا کردیم، اینها هم وعده است که خداوند مال تو را حفظ میکنه. این است برادرای عزیز جوابی سوال شما. دیگر سوالی که دادن نویسانم، برای چی خدا تولد را برای زن اینقدر مشکل کرده است؟ آیا در قرآن این آمده است یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، مقصد که برای همین مشکل تولد کردن فرزند از جانب مادرها برای چی مشکل آمده است؟ یا آیا یگان آیتی در قرآن هست؟ شما در سوره لقمان آیت 14 نگاه کنین. الله فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک صدق الله العظیم. الله مهربان در اینجا گفت و فصاله فی عامین و همچنان حملته امه، برداشت مادری تو را وهنا علی وهن، یعنی وهنا علی وهن به معنای بسیار چگونه که دیگر تفسیرها ده به معنای کرهن آمد، یعنی بسیار با دشواری ها. البته زمانی که فرزند خورد باشد، آهسته 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 تا چند وزنین شدن که گرفت، البته برای مادر مشکل می شود. مشکل شدنش همین است که وزن او کلان می شود، اندازه او کلان می شود. و بینید که مقصد در وقتی در بطن مادر پیدا می شود، چقدر به طبیعت مادر خب خیرگی ها پیدا می کند، چقدر در اشتهاشون مثال تأثیرها می گذارد. و حتی که دیدیم که مادرها در حالت حتی تولد فرزندم مقصد جانشون هم دادن، گویم قربان شدن، یعنی شهید شدن در راه خدا. برای همین الله را در قرآن گفت است که مادرهاتون شما را به معنای چی؟ به معنای که یعنی دانید که شما را در مادرها برای شما بسیار اذیت کشیدن، بسیار مقصد مشکلاتی را پشت سر کردن. مقصد که یعنی شما به قدر این مادرها و پدرها رسید. دیگر سوال آمده است، آیا موی سر یا ناخن را با موسر پرتافتن گناه است؟ البته هر کسی که مثلا موی سر دارین یا ناخن دارین، اصلا اینها را بگیری سنت همینه برادران است که هر یک موی سر است، ناخن است، بین هر یک مثال پشم یا قیلی که از بدن آدم جدا می شود، اینها را موافق سنت ما باید بریم زیر خاک کنیم. اگر هم اینا در دست ما باشه و ما هم تبرده در درون موسر پرتایمش، البته گناهگار میشیم، زیرا تاکید پیامبر به زیر خاک است. زیرا هر یک عضو شما هم هر یک همو موی سریت است، موی زیر کشیت است، ناخونیت است و از انسان چگونه که فضیلت قدر دارد، اونش هم چی است؟
البته قدر دارد و قیمت دارد. برای همین است که حتی ببینید آدمی مرده است ولی استخوان دستی او پای او وقتی ما میابیم او را باید ما زیر خاک کنیم، زیرا که میگه وای هم حکم آدم زنده را دارد. برای همین هر یک جزء، هر یک عضو، هر یک چیزی که از بدن ما جدا می شود وای با خودش قدر و قیمت دارد. زین لحاظ زیر خاک پیامبر تاکیدش همینه. سوال دیگری آمده است، با لباسی که در ساختمان کار میکنیم نماز جایز است اگر نمازی باشد؟ البته اصلا لباس پاک و ثیابک فطهر، خدا قرآن میگه شما باید که وقتی نماز میخوانید لباساتون پاک باشد. با لباس پاک مقصد نماز خوانید. با لباس هایی که ما در ساختمان هم که کار کنیم اگر به شرطی که یگان به نماز شدگی نباشد، یعنی به سبب ریختنی خاک است یا یگان گرد چنگ است یا یگان ریختنی آب است و اینها مقصد وای به نماز نمیشه. مقصد با این لباس ها هم ما میتونیم که نمازامون نخوانیم. خب سوال دیگر، بابای حاجی اگر دعای قنوت را ندانی با جایش چی دعا خوانیم؟ در عوض دعای قنوت توصیه علما و دانشمندای ما و شما، اولا برادران عزیز دعای قنوت شما حتما از یاد کنید. حرکت کنید که دعای قنوت از یاد کنید. وقتی که اکو نتوانستین بعد از آن اجازت است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. این آیت قرآن در عوضش یک بار خوانده میشه. یا اینکه اگر به شرطی که اینش هم که نتونستیم بعد در جاش اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی گوینو، مقصد بعد رکوع درویم. سوال دیگری که هست، من یک زنم در مهاجرت در آلمان در گرمانیا، صاحب 2 فرزند. بابای حاجی طول 3 سال می شود خسرم زنهای فاحشه را به خانه میارد و من و فرزندام و شوهرم 4 یا 5 ساعت از خانه بیرون میکنند. هوا چی خنک باشد چی گرم. خواهش میکنم یک نصیحت کنید تا خسرم فهمد. خواهر عزیز و برادر بسیار گرامی، حقیقتا بسیار یک حال مشکل وقتی که در خانه ما زندگی کنیم و مقصد خسری من یا کلانتری من ما را آمده از خانه بیرون کند که من یک زن بیگانه آوردم و مقصد با او میخواهم که دست به حرام زنم. الله مهربان ما پناه طلب میکنیم از این گونه خاندان و از این گونه خسر و از این گونه پدر و هر کسی که نباشد. و شما اگر خوب میشد که هرگاهی که وای با نفر از امو حرام خود می آمد شما در او را نمیکشادین، یا اینکه درش کشادینم مقصد نگذارینش، خودش هم که گذاشتین همون زنی را که آورده است او را شما پیش کنین. شما در این مسئله گناهگار نمیشین، بلکه انشاءالله شما دفاع از دین تان میکنین. این یک رحم با بر خود همون پدرت یا خسرت میشود که تو را از یک کار حرام باز داشتی. برای همین راه حل اینها همین است که ما اینها را نگذاریم. هرگاهی که آورد همراهش صخروی میکنیم. حتی اگر در کارشید از قانونهای همون دولت هم استفاده میکنیم تا که پیش راه اینها را ممکن که این آدم به توصیه ما به مصلحت ما مقصد حتی نیاز هم نداشته باشد، گوش هم ناندازد. بسیار اینها را انا همون دردی بعد دواش بعد شما همون قانونهای دولت قطعی میتونید که صدراشین یا پیشگیری کنید. وای خفه می شود، وای ملال می شود، وای شما را دعا میکند، دشنا میکند. از اینهاش یگان خواهر و برادرای عزیز ترسان نباشیم. انشاءالله اینجا به خاطر خدا که هست
یگان زیان به شما